سرخط مهمترین خبرها: امام علی رحمان از جامعه جهانی خواست به مردم ضرر دیده افغانستان کمک رسانند. دادگاه ختلان یک زن را برای با کار زخمی کردن 3 فرزندش 28 سال زندانی کرد. و شکایت ساکنان از قطع برق: آیا در کشور غیر رسمی لیمیت جاری شده است؟ سلام بینندگان عزیز، با تازه ترین خبرهای تاجیکستان و جهان در خدمت شما هستیم. امروز 24 سپتامبر سال 2025 است. امام علی رحمان در 80مین مجمع عمومی سازمان ملل از کشورهای جهان دعوت کرد که برای شهروندان از خشکسالی و زمین لرزه آسیب دیده افغانستان کمک کنند. در پی زلزله 6 درجه روز 31 آگوست بیش از 2200 نفر در شرق افغانستان جان باختند. رئیس جمهوری تاجیکستان بدون اشاره به حکومت طالبان یا انتقاد از آنها تنها گفت کشورش جانبداری تامین صلح، ثبات، امنیت کامل و رشد اجتماعی و اقتصادی افغانستان است. بخشی اساسی سخنرانی امام علی رحمان در مجمع سازمان ملل درباره تغییر آب اقلیم و پیامدهای آن بود. رئیس جمهور از آبشوی با صورت پریخا و آفتهای طبیعی مربوط به آب در تاجیکستان نگرانی کرد، اما به کمبود آب آشامیدنی در کشور اشاره نکرد. امام علی رحمان در موضوع فلسطین بار دیگر گفت که تاجیکستان برای نظر است که صلح پایدار در خاورمیانه تنها در اساس تطبیق قطعنامه‌های سازمان ملل و فرمول 2 دولت امکان پذیر است. رئیس جمهوری تاجیکستان خواستار آتشبس استوار در نوار غزه و دسترسی کمک بشردوستانه به این باریکه شد. امام علی رحمان همچنین پیشنهاد کرده است که در شهر دوشنبه مرکز منطقوی ذهن صنعی بنیاد شود. با گفته رئیس جمهور تأسیس چنین مرکز می تواند برای عملی کردن لایحه‌های مشترک کشورهای آسیای مرکزی در سمت ذهن صنعی مساعدت نماید. پیشنهاد در حال صدا می‌دهد که در رده‌بندی جهانی نوآوری در سال 2025 تاجیکستان در میان کشورهای آسیای مرکزی از همان مقام پایان را صاحب شده است. سرعت پست اینترنت و نرخ بلندی آن از مانع‌های اساسی در این راه گفته می شود. دادگاه ولایت ختلان زنی را که 3 کودکش را با کار زخمی کرده بود به 28 سال زندان محکوم کرده است. به اطلاع خبرگزاری از پلوس حکم 16 سپتامبر صادر شده. معلوم نیست که یلدوز بازار و از بالای آن شکایت میکند یا نه. دادگاه یلدوز بازار و ساکن 24 ساله ناحیه قبادیان را در کشتار با بیرحمی مخصوص گناهکار دانست. کودکس جنایی تاجیکستان برای این اتهام از 15 تا 25 سال زندان را پیش بینی کرده است، اما معلوم نیست که دادگاه با کدام دلیل به این زن جزای از همه وزنی تعیین کرده است. نمایندگان دادگاه ولایت ختلان با سبب به قوه قانونی ندرآمدن حکم از شرح آن خودداری میکنند. یلدوز بازار و روز 21 ایان فرزندان خود محمد جان 5 ساله، عیسی 4 ساله و خدیجه 6 ماهه را چند کاردی زده بود. خدیجه 6 ماهه که از 3 جای بدنش زخم برداشته است، روز 5 ایار در شفاخانه ناحیه شهر توس جان داد. 2 فرزند دیگرش نیز زخمی شدند و بعد از معالجه به نزدیکانشان برگردانده شدند. مقامات تا حال شرح ندادند که این زن چرا دست به این کار زد. پیشتر مقامات احتمال بیماری روانی بودن یلدوز بازار و را رد کرده بودند. قبلا نیز در تاجیکستان مادران قصد جان فرزندانشان را کرده بودند. عبدالستار پیر محمدزاده روزنامه‌نگار زندانی تاجیک را که در پی بد شدن وضع سلامتیش به بیمارستان شهر وحدت انتقال داده بودند دوباره به محبس نظام سخت دوشنبه یا کریت بردند. در این باره یک منبع باوربخش نزدیک به اداره‌های زندان‌های تاجیکستان خبر داد. 10 روز پیش نزدیکان پیر محمدزاده به رادیوی آزادی گفته بودند وضع سلامتی او بسیار بد است و فوراً باید جراحی شود. نزدیکان پیر محمدزاده گفته بودند که به سرریاست اجرای جزای جنایتی وزارت عدلیه مراجعت کردند تا اجازه بدهند که او را در بیرون از زندان با اصول لازری جراحی کنند، ولی منبع رادیو آزادی میگوید که نزدیکانش چنین اجازه را دریافت کردن نتوانستند و خود پیر محمدزاده برای جراحی در بیمارستان زندان راضی نشده است. مقامات مسئله را شرح ندادند. نزدیکان پیر محمدزاده میگویند از وضع سلامتی و احوال او دیگر خبر ندارند، زیرا زندان کریتی رژیم شدید و شرایط سخت برای ملاقات و دیداربینی دارد. هفته دوم ماه سپتامبر برادر پیر محمدزاده گفته بود که احوال برادرش بین‌نهایت وزنی شده است و دکتران گفتند که تلخش پوسیده است و احوالش بد و در حالت لاغری است و گرده هایش را هم به حد درد وزنین دارند. پیر محمدزاده ماه دکمبر سال 2022 با اتهام عضویت در سازمان های ممنوع به 7 سال زندان محکوم شده بود، اما خودش و نزدیکانش عیبنامه را بارها رد کردند. با فرارسیدن فصل تیرما شکایت ساکنان از قطع برق زیاد شده است. در حالی که شبکه‌های تقسیمات برق رسما محدودیت یا لیمیت برق را جاری نکرده است، ساکنان میگویند که از روزانه از ساعت 8 تا 17 و بیگاه از ساعت 21 تا صبح برق ندارند. عین همین شکایت از ناحیه‌های شهر نو، جیهون، همدانی،
5 رودکی فرخار و حصار برده آزادی رسیده است. تلاش‌های ما برای گرفتن شرح رسمی از اداره برق به نتیجه بود، اما در سامانه شبکه‌های تقسیمات برق و رسانه‌های دولتی هیچ گونه خبری درباره جاری شدن محدودیت در کشور نیست. مقامات در گذشته قطع برق را به تعمیر دستگاه و خط‌های انتقال ربط می‌دادند که برخی‌ها به آن باور ندارند. بینندگان عزیز، آیا در جای زیست شما هم برق را خاموش می‌کنند؟ لطفاً در زیر برنامه نویسید. یادآور می‌شویم که به جز پایتخت و مرکزهای ولایت‌ها، ساکنان منطقه‌های تاجیکستان در فصل‌های تیرماه و زمستان با محدودیت برق می‌گیرند. یک شهروند 20 ساله قرقیزستان که در یک از زندان‌های روسیه ادای جزا می‌کرد در تمرینگاه در ولایت لوهانسک اوکراین پیدا شد. نزدیکانش می‌گویند که این جوان در زیر شکنجه شرطنامه رفتن به جنگ را امضا کرده است. در وزارت کارهای خارجه قرقیزستان گفتند به سفارت این کشور در روسیه دستور فوری فرستادند تا مسئله را روشن کند. گزارشی طرح میگرند مدیا رادیو آزادی را همکارم علیشیر ظریفی تقدیم می‌کند. او حالا خیلی جوان است، چه به جنگ می‌رود؟ پسر مرا نجات دهید. نزدیکان جوان تنها بعد یک زنگ شبهناک فهمیدند که او در یکی از منطقه‌های اشغال شده اوکراین است. با گفته پدرش، نفری که خود را کارمند کمیسریات حربی معرفی کرد، به آنها خبر داد که فرزندشان به وزارت دفاع روسیه شرطنامه بسته دوره آموزشی را در لوهانسک می‌گذراند. روزی 4 سپتامبر به من زنگ زده نام و نسب مرا گفتند و این خبر را رساندند. پسر شما برای رفتن به عملیات مخصوص شرطنامه امضا کرده است. معلومات‌های شناسنامه او را فرستید، مبلغ را به شما می‌گذرانیم. بعد این صحبت فوراً به پسر کلونیام زنگ زدند. آنها به مقامات داخلدار مراجعت کردند و به ادوکات در روسیه تماس گرفتند. حقوقشناس گفت که این رقم به کمیسریات یگان علاقه ندارد. ما به نتیجه رسیدیم که قلابان به ما زنگ زدند. با گفته پیوندانش، جوان در یکی از محبس‌های جمهوری تیوای روسیه ادای جزا می‌کرد. خانواده تنها با واسطه مکتوب با پسرشان تماس داشتند. خانواده آخرین مکتوب را ماه آگوست گرفتند. دیر نگذشته خود جوان تماس گرفت و گفت که 15 روز باز در تمرینگاه است و او را برای فرستادن به جنگ آماده می‌کنند. جوان با نزدیکانش خبر داده است که شرطنامه را در زیر شکنجه امضا کرده است. پسرم گفت که او را هر روز شکنجه کردند، عذاب دادند. روزانه او را مجبور کردند که کار کند و شبانه باز دادند. برای همین مجبور شده است به شرطنامه امضا ماند. او پسری آرام و شرمگین است. با گفته این زن، پسرش ماه فوریه سال گذشته برای کار به روسیه رفته بود. ماه می پلیس او را با گمان قصد تجاوز یک زن بازداشت کرده است. تفتیشات زیاده از نیم سال دوام کرد و در ماه دکبر دادگاه جوان را به 3 سال زندان محکوم کرد. نزدیکانش باور دارند که جوان قربانی تهمت شده است. در جای حادثه دوربین ها بودند. در ویدیو دیده می شود که او زن را تنها تیله داده است. زن بعداً خودش به نزدیک آمده است. زن در حالت مستی بود. دادگاه همه این دلیل ها را نادیده گرفت. یگان حالت زورآوری نبود. برادرم را بدون دلیل جزا دادند. پدر جوان قرقیز میگوید که آنها درباره مجبوران به جنگ فرستادن محبوسان در روسیه آگاه بودند. برای همین از روز اول بازداشت فرزندشان را آگاه کردند که در زیر هیچ شرایط شرطنامه را امضا نکند. ما هممون در این باره میدونستیم. برادر کلونیش به نزد پسرم به بازداشتگاه موقتی مسکو در اومده با او هشدار داد که در هیچ شرایط شرطنامه را امضا نکن. پسرم وعده داد که شرطنامه را امضا نمیکند. تا آغاز مرافعه دادگاهی 4-5 مرتبه او را وادار کردند که شرطنامه را امضا کند. با او وعده دادند که برایش مبلغ زیاد میدهند و بعد 2-3 ماه جنگ آزاد می شود. با او گفتم که راضی نشود. بعد انتقال به زندان تیوا نیز با او نوشتیم که شرطنامه را امضا نکند. ایرلندبک توکتاسونوف از حقوقهای این جوان قرقیز در دادگاه حمایت کرده است. حامی حقوق نقل میکند که جوان میخواست دوری ادای جزا را در وطنش گذراند و حجتها برای انتقال او به قرقیزستان آماده بود. حامی حقوق نیز باور دارد که جوان در زیر فشار شرطنامه رفتن به جنگ را امضا کرده است. وزارت کارهای خارجه باید به جانب روسیه نوت فرستد. در سفارت ما در روسیه بخشی کنسولی است و کارمندان این بخش باید با جوان واخورند و شخصا با او صحبت کنند در کجایی که نباشد. آنها وظیفه دارند پرسند که این کار چه خیل شد و جوان شرطنامه را اختیاراً امضا کرده است یا در زیر فشار. اگر او در حقیقت با اختیار خود شرطنامه را امضا کرده باشد باید در این باره زبان خط دهد، ولی اگر گوید که شرطنامه را در زیر فشار امضا کرده است، بخش کنسولی و وزارت کارهای خارجه قرقیزستان وظیفه دارند که در این باره چاره اندیشند. پیوندان جوان قرقیز از حکومت کشورشان درخواست کمک دارند تا فرزند آنها را از جنگ بیگانه نجات دهند. آنها ترس دارند که پسرشان کشته می شود.
رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قمچبک قدیرشایویچ، پرزیدنت قرغیزستان صادق نورگاژایویچ، من بیبی او هستم، 75 سال دارم، التماس دارم کمک کنید. пайвандони ҷавон ҳамчунин барои кӯмак ба вазорати кори хориҷии қирғизистон муроҷиат карданд. дар вазорат гуфтанд ба сафорати ин кишвар дар русия дастури фаврӣ фиристоданд то масъаларо рӯшан карда чораи зарурӣ андешанд. بخش یک روز تاریخ است که مهمترین تحولات تاریخی در روز 24 سپتامبر را فرا می‌گیرد. журналист ва ҷомеашиноси тоҷикистонӣ Олег Панфилов дар як китобе бо номи Тоҷикистон хабарнигорон дар ҷанги шаҳрвандӣ солҳои 1992-97 дар бораи фаъолияти журналистони Тоҷикистон дар давраи ҷанги дохилӣ, куштор ва таъқибу фишори онҳо навишт. Панфилов 24 сентябри соли 2003 гуфт тӯли ҷанги шаҳрвандӣ дар Тоҷикистон 73 хабарнигор аз дунё даргузашт ва ҳудуди 20 нафарашон барои фаъолияти хабарнигорӣ ва теъдоди зиёде бар асари сокини ин ёнмаҳалли Тоҷикистон буданашон ба қатл расиданд. 24 сентябри соли 2014 дар як мурофиаи деринтизор додгоҳи шаҳри Москав Никита Тихонов раҳбари як гурӯҳи миллатгароёнро ки аз ҷумла ба қатли ваҳшиёнаи шаҳрванди Тоҷикистон Салоҳиддин Азизов айбдор мешуд, ба 18 соли зиндон маҳкум кард. куштори мудҳиши Салоҳиддин ки боиси хашм ва маҳкумияти ҷомеаи Тоҷикистон шуд, намунаи ваҳшонияти бемисле буд ки гурӯҳҳои нажодпараст дар Русия нисбати бегонаҳо раво медиданд. додгоҳе дар душанбе баъди 4 соли муҳокимаҳо 6 масъули ширкати «Ҳафт бурҷ»ро ба муҳлатҳои 8 то 11 соли зиндон маҳкум кард, вале 3 нафар дар ғайбашон маҳкум шуданд. баъди муҳра бизнеси Ҷамшед Сиёев ин дуюмин ширкати азиму пуровозае буд ки ба унвони як пирамидаи молӣ ном баровард. додситонӣ гуфт ки «Ҳафт бурҷ» беш аз $1 миллион пулҳои 270 сокини Тоҷикистонро ба ҳисобҳои офшории ҷазираҳои Сейшел интиқол дода даст ба фиреб задааст. صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسیه به 110-111 سامانی برابر از $100 آمریکایی باشد تا 932-935 سامانی ارزش دارد. قربی رسمی بانک ملی تاجیکستان برای 24 سپتامبر چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، مهلت برای برنامه نوید به انجام رسید. خبر و گزارش‌های از این بیشتر رو در سامانه رادیو آزادی با نشان آزادی.org و صفحه‌های ما در شبکه‌های اجتماعی پیدا کنید. خدا نگهدارتان.